خدمات علاقه تاجیکستان میگوید که پس از وارد کردن سیستم فناوری چینی که نهاد در حال بررسی آن هست، اینترنت در کشور ارزان خواهد شد. برای همین ارزان کردن اینترنت با همسایه همکاری زیاد داریم. اگر این سیستم را ما وارد کنیم، اینترنت خودتون میدونید نرخش چند میشه. در ابتدای دکبر سال گذشته خدمات علاقه تاجیکستان یک تفاهمنامه با شرکت تکنولوژی هواوی تاجیکستان امضا کرد که بر اساس آن اپراتوران تلفن‌های همراه با آخرین تجهیزات ارتباطی دسترسی پیدا خواهند کرد. عطایف همچنین در مورد سر و صداهای بالا بردن ارزش اینترنت از سوی برخی شرکت‌های مخابراتی و نظارت آن از سوی نهادشان افزود که طبق قانونگذاری خدمات علاقه وکالت معین کردن ارزش تعرفه ها را ندارد. ما این خیلی وکالت را نداریم برای نرخ دیگر کردن، لیکن ما نظارت طبق قانونگذار برده میتوانیم. درباره نرخ و نوا به اجازت حکومت جمهوری تاجیکستان و به مقامات مربوطه ما عمل کردن نمیتوانیم. هفته گذشته شرکت‌های مگافون و ویلان و تیسل با ارسال پیامک به مشتریان خود خبر داده بودند که از 1 فوریه نرخ تعرفه‌هایشان را بالا میبرند. اما خدمات علاقه شام 24 ینور کار شرکت‌های موبیلی را انتقاد کرد و دعوت نمود که نرخ‌ها به تغییر باقی بمانند. حالا موافق رده‌بندی سازمان World Wide Mobile Data Pricing، تاجیکستان از روی ارزش اینترنت بین 237 کشور در جای 142 قرار دارد.